Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi. Başarılı şarkıcı üzgün olduğunu ifade etti. Yani çok üzgünüm tabii. سردار اورتاش اسطوره موسیقی پاپ ترکیه علنا گفته که میخوام بمیرم و زندگی دیگه معنایی واسم نداره. با هم ببینیم قضیه از چه قراره و جنجال سردار اورتاش چرا پایانی نداره. لطفاً با سلوی سفدا تا انتها همراه باشید. سردار اورتاش از زندگیش سیر شده و جالبه که میدونه مسبب اتفاقات بد زندگیش فقط و فقط خودش هست. ماجرا اینه سردار اورتاچی که اسطوره موسیقی پاپ ترکیه هست و سالها تمام فکر و ذکرش شده قمار کردن و متاسفانه به خاطر همین عادت به قمار تمام دارایی‌ها و اعتبارش رو از دست داده که اتفاقا تو یک ویدیو قبلا راجبش صحبت کردیم. همین یک ماه پیش بدترین چیزی که پشتبند اتفاقهای بد قبلی میتونست براش رقم بخوره اتفاق افتاد. سردار ازدواجش به جدایی ختم شد. تمام ثروت خودش و ثروت به ارث رسیده از پدرش رو از دست داد. شهرت و اعتبارش تو دنیای هنر ترکیه لکه‌دار شد و حالا دستگیر شدن به خاطر قمار غیرقانونی هم به این جریانات اضافه شد. سردار تو این قضیه تنها نبود و مهمت علی اربیل کمدین و مجری معروف و پرطرفدار ترکیه هم تو این بساط قمار غیرقانونی با اون همراه بود. همین ماه پیش سردار اورتاش و مهمت علی اربیل دستگیر میشن و در نتیجه حکم موقت دادگاه تصمیم به حبس خانگی گرفته میشه. سردار تو خونه خودش حبس خانگی رو شروع میکنه و البته تو این مدت از طریق فضای مجازی و لایو اینستاگرام با طرفدارانش در ارتباط بود و تو لایوهاش مدام اظهار پشیمانی میکرد به خاطر لایف استایلی که انتخاب کرد و باعث از بین رفتن زندگیش شد. به طرفدارانش میگه لطفاً از من عبرت بگیرید و دنبال چنین کارهایی نرید. حتی تو مصاحبه‌هاش از بابت اینکه به عنوان یک هنرمند الگوی نامناسبی برای طرفدارانش و جامعه بوده عذرخواهی میکنه. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe. Herkes bundan ders çıkarsın. در ادامه با پیگیری‌های وکیل سردار با اتمام حبس خانگی اون موافقت میشه و سردار به روال عادی زندگیش برمیگرده. ولی خب سردار بعد از این همه اتفاقی که از سر گذرونده دیگه سردار قبلی نیست. از طرفی تو رسانه‌های ترکیه هم هجمه‌ای بر علیه سردار برقراره که باعث شده اورتاچ این اواخر خیلی ناراحت و گوشه‌گیر بشه. داستان اینه که یکی از روزنامه‌نگارهای معروف ترکیه به اسم کبراپار این اواخر تو یک مطلبی به سردار حسابی تاخته و خطاب بهش گفته که از ویران کردن زندگی دست بردار و به خودت بیا. در واقع به گفته دیگر نشریه‌ها از روی خیرخواهی به سردار تذکر داده. ولی اورتاچ شدیداً از این حرفا دلخور شده و جدیداً تو یک برنامه حاضر شده و مصاحبه مفصلی داشته. تو مصاحبه مجری میگه تو سردار اورتاچ بزرگ هستی، بازم میتونی به همون اعتبار قبلیت برگردی. سردار اما حرف مجری رو نفی میکنه و میگه نه، من سردار اورتاچ بزرگ نیستم. من تو خونه خودم حبس خانگی کشیدم. تو خونه خودم به هم دستبند زده بودن و حتی اجازه نداشتم به آشپزخونه برم چون بلافاصله آلارم خطر فعال میشد و پلیسا میریختن توی خونم. من اگر سردار اورتاچ بزرگ بودم که هر کس و ناکسی، هر دوست و دشمنی در مورد من چنین حرفایی نمیزد و اینجوری قضاوت هم نمیکردن. من واقعا ناراحتم و دیگه میل به زندگی کردن ندارم. از خدا برای خودم مرگ میخوام. و این حرف سردار باعث شده نشریه‌ها و برنامه‌های سلبریتی محور ترکیه نسبت به سردار لحن خودشون رو از سرزنش و قضاوت به خیرخواهی تغییر بدن چون همشون نگران وضعیت سردار اورتاچ بزرگ هستن. خب ویدیو به پایان رسید. شما چی فکر میکنید؟ حتما نظراتتون رو واسمون بنویسید که خیلی خوشحال میشیم. متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.